می‌بینیم که گوشی JLX یک نوع گوشی فوق‌العاده زیبایی که در جهان مطرح زده به نام گوشی G1 در طرح نوکیا N78 دارای برنامه چی بهش میگن خدا؟ برنامه اندروید. بله، برنامه اندروید باشه که داره طرح رمضان و غیره می باشه و 2 گیگ بیشتر سیستم ساپورت نمیکنه. جلد بالا میدیم، یه نفر داره عکس میگیره، دلش خوشه که گوشی داره. اینم گوشیشه، میبینیم چه گوشیه. اینم طرح جلدشه، ضامن نداره برای اینکه به خوبی با انگشت باز بشه. میذاریم کنار. شرمنده. خب میبینیم که بله طرح رمضانش هم حالا دوستان دادم. این انواع طرحاشه که در رمضان پدید اومده. همش هم تقلبیه دیگه. همه این هندزفریشه. خب یه شارژری داده که فکر نکنم اصلا به این گوشی بخوره. حالا نمیدونم کجا سوکتش، والا متاسفم اصلا بهش میخوره به نظر شما. حالا نمیدونم والا ما چیکار کنیم واسه این کارگرا. شرمنده شما شدم. اینم باتریشه و یک اشانتیون داره جلد ژله‌ای و ضد بمب، ضد خش، بله، که خیلی موثره. اینو میذاریم اینجا. داره چند تا، حالا فکر کنم تا دلشون خواسته فقط دفترچه گذاشتن اینجا، به کار مردم نمیاد، فقط دفترچه گذاشتن. اینم میذاریم و این JLX. خب میبینیم که JLX یه ناقلایی توشون هست. بعضی موقع جایزه هم میزنن. حالا ما باید بگردیم چون که ایرانی خیلی خطا خوردن. جلد بالا میذاریم، میبینیم زیرش هیچی نیست، ولی میبینیم بله یک سیم کارت، یه سیم کارتی به نام ICM که بین المللیه گذاشتن داخلش. نمیدونم جلد میذاریم کنار. در مورد گوشی با هم توضیح میدیم. خب گوشی بسیار بیوتیفول، حالا خیلی زیباه، دارای کیبورد جدا شده که در حین درازکش هم میتونید ازش استفاده کنید. به این صورت میکشید عقب باز میشه، این جدا میشه که در حین دراز کشیدن هم میتونیم SMS هم بریم. خب میذاریم جا، این کار رو داخلش میکنیم. اینم باتریشه. حالا جلدش نمیبندیم و جلدش هم به این سادگی دوستان بهم توضیح دادن. اینم از روشن شدن این باتریش یه با مصرفه، چون که شارژرش استفاده نمیشه. این شارژرش رو باید بفروشید دیگه. حالا یه چیز دیگه ببین این کارگرها اشتباهی کرده. خب کد میخواد. کدش هم که ما میدونیم داخل سیم کارت. حالا میبینیم که کد پذیرفته شد. بله. حالا میبینیم که این گوشی داره هنگ میکنه. از دوباره روشن میکنیم. به مدتی طول میکشه. حالا نمیدونم این گوشی ها چرا این شکلیه. موزی اکسپریاس. این گوشی وای فای هم داره، سیستم جاواره میخونه و سیستم بالاتر اون. بله رمز میدیم، میبینیم که گزینه دیگه کار نمیکنن. حالا هر گزینه میزنیم کار نمیکنه. به این صورت کیبورد گرفته که جدا نشه. اینم باتری میگیریم و 3 بار میزنیم، بالاخره کد میدیم، ریست نمیکنه واسه خودش. بله کد پذیرفته شد. اینم از گوشی JLX G1 و گوشی میخوایم با گوشی G2 مقایسش کنیم. G1 داره خصوصیت بسیار زیبا که اینترنت پرسرعت وای فای می باشه و G2 که به جای که پیشرفته بشه چنان گن کاشته که اصلا نمیتونه کسی که چنان گن کاشته که میگن اصلا همه میرن به سوی G1. حالا اینم
میبینیم که درش یک بار مصرف اصلا باز نمیشه. میبینید بچه ها اصلا باز نمیشه. یک بار مصرف باتریش تمام بشه باید بریزه.